یک کافه یا هم رستوران اینجا ساخته شده. جای خوشحالی است که این اشخاص یا می فامیل از ایران مهاجر شدن و اینجا آمدن یک سرمایه گذاری کردن و رستوران ساختن. اینجا غرفه جور کردیم، اینجا قهوه، معجون و رقم جوسای خوب که اینجا مردم بیاید دیگه. با امید خدا دیگه شروع کردیم که جای خوبی شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا پول بده، میخوام برم مدرسه من قشنگه، مدیر من زرنگه. آخ گوشم من خرگوش روس کرده، روسش دعوت نکرده، خدا زیرش کنه زیر زده. و فعلا این جایی که جور کردیم کلا 2 روزی بسته میشه، کلا کارمندای زنانه میشه، شاید تا 10 تا برسن. بخاطر خودشون آشپزی میکنن، خودشون غذای وطنی آشک منتو چیزا جور میکنن و در اینجا فامیلای مردم میای به غم دیگه راحت. اینجا میاین یک گشت و گذار میشه براشون. سلام. علیکم. خوب هستی؟ نامی چی است؟ اسرا. چی؟ اسرا. یسرا؟ اوه چقدر نام مقبول داری. این نام کی مانده سرت؟ پدر مادرم. آفرین. پدرجان و مادرجان. پدرجان چیکار میکنه؟ بیا کمی طرفتر. پدر مترانی. آفرین مترانی میکنه. برای شام چی میاره از بازار؟ بخشم مال یا چه میره چیزا میره. پول میاره بر؟ ساجق میاره بر؟ آفرین. خب مکتب میری یا نی؟ صنف چند مکتب هستی؟ صنف 3. آفرین ماشاءالله. خب کدام شعر نداری، کدام بیت نداری که برام بگی؟ یک شعر دارم با پدر مادر. آفرین به پدر جان خود یک شعر داره. خب میشه بگی برام؟ مادر تنها. خب پدر جان بگو. اگر مادر نباشه زندگی نیست و خورشید فلک تابندگی نیست. مادر کوای عشق است، مادر بسته دنیا شرمندگی بندگی. ماشاءالله تشکر. سلامت باشی. شب میری امروز من؟ آفرین دختر خوب، آفرین دختر خوشحال. خب بیننده عزیز، قسمی که قبلا گفتم یک کافه یا هم رستوران اینجا ساخته شده. جای خوشحالی است که این اشخاص یا می فامیل از ایران مهاجر شدن و اینجا آمدن یک سرمایه گذاری کردن و رستوران ساختن. واقعا خیلی خوشحال شدم در این کارشون. میریم از نزدیک همراهشون حرف میزنیم، همراه مسئولشون میبینیم که چطور آمدن و چه وقت میشن و چطور که این رستوران اینجا ساختن. میریم آهسته داخل رستوران. خب دوستا پیروبار هست اینجا و ببینیم که انمی ایسان جان به نظرم مسئولشون هم است. سلام علیکم ایسان جان. سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستین؟ خوب ان شاء الله بخیر. سلامت باشین. کامل خوب هستین؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ چی حال داری؟ خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشی، زنده باشی. تشکر. سلامت باشی. خیلی خوشحال هستم که آمدین بخیر وطن. سلامت باشین، زنده باشین. این جای از خودتون است و همچنان از مردم.
بسیار و اینکه خواستم یک شرایط خوب مهیا کنیم برای مردم. ما 15 سال در ایران بودیم، باز یک رستوران داشتیم. دیگه تصمیم گرفتم بیایم در وطن خود یک کاروبار جور کنیم، کنار دستم یک 15 نفر کار بکنه. آفرین. همین غزنی خود رنگین کنیم. بسیار عالی. واقعا از این کار ما بسیار خوشحال شدم و من مطمئن هستم که همشهری خوب ما، وطندارای عزیز ما در این بسیار خوشحالم هست که شما اینجا آمدین سرمایه‌گذاری کردین. گفتین که 15 سال در اونجا بودین. بله. چی خاطره‌هایی دارین؟ امروز کی ها بودین؟ فامیل اونجا بود چطور؟ فامیل که در اینجا بود و خود ما در ایران بودیم، چند سال کارگری کردیم و یک شغل یاد گرفتیم. باز دیگه تا اونجا یک کاروبار برای خود جور کردیم و بعد از او به نتیجه کامل رسیدیم، کلا مکمل شدیم. بعد از او تصمیم گرفتیم بیایم در وطن خود یک کاروبار جور کنیم و اینجا کنار دست ما مردم کار بکنه و یک شرایط خوب مهیا شه برای مردم دیگه. و خیلی خوشحال هستم خودم اینجا که مردم میآید و بیروبار شده منطقه و خیلی پیشرفت‌های زیاد میکنه. یک خوب پارک و خیلی تشکر خاص از ریاست شارولی که ما خیلی همکاری کردن و یک پارک جور میکنیم، پارک زنانه و خیلی خوبش کارمندای زنانه داشته باشه و دیگه یک جای خیلی شیک جور میکنیم دیگه. هر روز تلاش کرده رسیم که بهتر بشه ان شاء الله. با امید ازی که این ساحه روز به روز رنگی‌تر و عالی‌تر شوه و پارک که اشاره کردیم میریم ان شاء الله آهسته اون طرفترم اورم به تصویر میکشیم. اولا میریم داخل. از شغل یاد کردی که ببینیم چه شغلی است، چه کدام موضوعات است. سلطان نصیب عزیز مهربانی. اوه به 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 به، چقدر جای مقبول، چقدر جای آرام بخش، چقدر جای زیبا، چقدر جای قشنگ. واقعا خیلی سپاس از قلبا ما والا تشکر میکنیم از که یک ساحه خوب و مقبول و زیبا را جور کردیم. زنده باشین. اینجا غرفه جور کردیم، اینجا قهوه، معجون و رقم جوسای خوب که اینجا مردم بیاید دیگه. با امید خدا دیگه شروع کردیم که جای خوبی شوه و یک خیال تشکر از حوزه دوم از نیروی امنیتی که خیلی امنیت خوب داره. تا یک شب دو شب اینجا ما باز هستیم، مشتریام میاد اینجا و خیلی یک احساس امنیت میکنیم در اینجا. خیلی جای خوب شده برای ما. بیا که واسه قدم زدی طرف بریم. این ساحه رو کلش به تصویر بکشیم که وطندارای عزیز ما بیاین اینجا و همشهری خوب غزنی بیاین از این رستوران دیدن بکنن، بنشینن، غذانش جان بکنن و از این ساحه یا هم از این جای بسیار مقبول لذت ببرن. ان شاء الله که من مطمئن هستم که یک جای مقبول و خوب و دکوریشن کردی ساختی، حتما غذاهایتون هم بسیار مزه‌دار خواهد باشه. سلامت باشی، زنده باشی. بله، حالا تصمیم داریم که چند نوع غذا جور کنیم و چند نوع غذای سنتی وطنی جور کنیم. بسیار خوب. دیگه با امید خدا داخل پارک هم تصمیم داریم چیزای خیلی خوبی جور کنیم. میخوایم بریم طرف پارک. میریم پارک میریم. در پارک ان شاء الله گفتهای خدا رو مخاطب دادیم. بیننده‌های عزیز، شما در تصویر میبینین که چقدر جای مقبول و زیبا و قشنگ است و این چراغ‌های بسیار زیبا را احسان جان اینجا جابجا کرده و کار کرده. این آهسته داخل شدیم بخیر به پارکی که بخیر در آینده یک پلان خیلی عالی مسئول از اینجا، یعنی احسان جان داره که ایساها را گل و گلکاری بکنه، مرغکای ناب بیاره و در این حال موضوعی که پیشتر یاد کرد که بسیار برای من دلچسب بودی که موضوع بانوها رو اشاره کرد. خب بخیر چند تا پرسنل بانو داری فعلا و در آینده بخیر چه پلان داری؟ بانوها رو تا کدام حد تا کدام چند نفر اینجا میاری بخیر و سر کار میکنی ان شاء الله؟ فعلا خب یک سه تا کارمند زنانه داریم که زنا میای دیگه. اونجا سالن زنانه جداست، کارمندای خانم داریم و فعلا این جایی که جور کردیم کلا دو روزی بسته میشه، کلا کارمندای زنانه میشه شاید تا 10 تا برسن. وقتی خودشون آشپزی میکنن، خودشان غذای وطنی، آشک، منتو چیزا جور میکنن و در اینجا فامیلای مردم میای به غم دیگه راحت. اینا اینجا میاین یک گشت و گذار میشه براشون، یک جای مخصوص خانما. شاید در غزنی جای نباشه که مخصوص خانما باشه، شاید اولین جای باشه. کارمند زنانه، جای زنانه و تا فامیل مردم بیاید اینجا یک احساس راحتی داشته باشن. بله تشکر. همشهرای خوب ما، وطندارای عزیز ما، خاطرتان دیگه جمع ان شاء الله که اینجا
برای بانو جای مخصوص پارک تفریحی، پارک بسیار عالی ساخته میشه و انشالله که شماها آرام با ذهن آرام با دل جمع بیاین انشالله بیاین اینجا و در اینجا غذا نوشیجان بکنین و تفریح و سیاحت و چکر بیاین انشاءالله اینجا. خب میریم آهسته آهسته احسان جان طرفتر پلانای آینده رو برام اشاره بکن که پیشترم یاد کردی. اینی ساحه را به خاطر چی این قسمی درست کردی یا منظم کردی؟ اگر برام بگی که اینجا چی ساخته میشه؟ به این ساعت کلا یه میز جور میشه، سرش پوشیده میشه، روزای بارانی مردم میشینن و در هر کدوم داخل از یک دانه کلبه جور میشه که داخل کلبه مردم میشینه و یک سه چهار دانه قفس میزنیم پرنده های خوبش که مردم بیاید یک تفریح بشه براشون دیگه. یک شهر بازی درست بشه دو طرف دو دارم یک شهر بازی بشه، چرخ و فلک و این چیزا دیگه که هر چیز تکمیل بشه. شهر بازی یاد کردیم ما شهر بازی رو نمیفهم بیادری چی هست شهر بازی که دیگه چرخ و فلک باشه، چیزای تفریحی باشه، خانواده میاین میشینن و تفلکایشون اونجا که میره یک تفریح میکنن، یک ساتیری میکنن دیگه که همه چیز تکمیل باشه. ما میگه به نظرم این موضوع شهر چی گفتی؟ شهر بازی. شهر بازی به نظرم سلطانی سی ما جای چی رو میگیم؟ می بازیچه اطفال میگیم. بله قسم است نه؟ بله بسیار خوب. حالا چی کنیم؟ ما میگیم که برنامه کمی جذاب‌تر بیاد. خب بیننده عزیز احسان جان یک موضوع اشاره کرد، شهر بازی گفت. انشالله که در آینده ها یک شهر بازی اینجا جور میکنین که برای اطفال شما جای تفریح و سامانات تفریحی رو میاره تا تفلک‌ها اینجا ساتری و بازی بکنن. خب میریم یکم طرفتر که ببینیم این ساحه را از نزدیک اگر این تو دقیق ببینیم که چه خب یک جای مقبول است اینجا، چه یک چراغای زیبا داره در اینجا و اینی ساحه که چی میگن نمیفهمم. اینا فهواره آب میگن. خب فهواره آب. بله اینجا میشه دیگه آب میشه داخل زیر کلا ماهی میاد. خب از این ساحه برام بگو که اینجا چی میکنی، چه جور میکنی بخیر؟ اینجا یک فواره آب است، کلا آبنما می باشه، داخلش یک حوض است که داخل از این ماهی رقم ماهی می باشه تا دیگه مردم بیای لذت ببره از اینجا و دیگه بغلش هم کلا دیگه یک جای درست میشه برای تفلک‌ها. یک جای خیلی خوب که بازی کنن، یک جای بازیچه دیگه جور میشه بخیر. به امید خدا تا یک دو هفته تکمیل میشه دیگه. حالا کار شروع است. میایم گفتگوی خود با آخر میرسونیم. بله. ما خوشحال شدم که امروز خود از نزدیک دیدم. واقعا خیلی خوشحال شدم که تو اومدی بخیر از بعد از سالها اینجا اومدی کاروبار جور کردی، کاروبار رو اندازی کردی. واقعا خیلی خوشحال شدم. خداوند تو توفیق نصیب بکنه که ان این ساحه که گفتی و پلن‌هایی که در آینده داری عملی بکنی ان. تشکر، زنده باشین. بله با امید خدا دوست داریم یک جای جور کنیم که دستت غزنی نباشه و یک قلب غزنی است فلان چهار. با تصمیم داریم یک جای جور کنیم که با همون اندازه فلان چهار باشه ان. قلب غزنی است اینجا که اگر افتخار شود مردم غزنی ان. بله. خب کدام پیام داشته باشی، کدام گفتنی داشته باشی؟ سلامت باشی. گفتنی خاصی نداریم دیگه. ان که جای درست کنیم، شرایط مهیا کنیم و کل مردم تلاش کنه، زحمت بکشه، کشور خود، شهر خود درست کنیم. دقیقاً. در بخش پاکسازی یا هم کثافات و نظافت اگر دو کلمه حرف بزنی بسیار خوب میشه. پاکسازی و نظافت و چیزا خوب باید انجام بدیم تا دیگه مردم هم یاد بگیرن. شهر ما خانه ما. دقیقاً. تا هر کلی که دست به دست هم بدیم، شهر خود پاک کنیم، نظافت جور کنیم و که افتخار کنه کسی از دیگه جای ما مردم غزنی افتخار کنیم از این نظافت دیگه. دست یک چیز دیگه هم میپرسم ازت، تفاوت بین تهران و افغانستان یعنی کابل و به خصوص غزنی چی است؟ تو چی رو تا فعلا متوجه شدی؟ تفاوت زیاد است که مردم از اونجا مسئولیت پذیرتر است. شهر خود که میگن شهر ما خانه ما بیشتر از مردم ما. شهرشون واقعا خانهشون است. نظافت دارن و دست به دست یک دیگه میدن. ولی در اینجا هم انشالله که روز به روز بهتر شده بره، مردم دست به دست هم بده و یک نظافت داشته باشیم و جای جور کنیم و دست به دست هم بدیم. تنهایی نمیتونیم که بریم یک جای جور کنیم. اگه مردم قدیما باشه دست به یکدیگر رو بگیریم، مطمئن باش که از تهران بالاتر میریم. استعداد ما خیلی بالاتر از واست. تشکر، سلامت باشین. خداحافظ. تشکر، زنده باشید. خداحافظ، بخیر باشید. مهربانی.
خب بازم امروز یک بانوی بسیار مقبول، زیبا، قشنگ و بانویه که خورد روبرو شدیم. ما میخوایم امروز حرف بزنیم. سلام. سلام. خوب هستی؟ نامکت؟ یسرا. یسرا جان کجا آمدی بخیر؟ چی میکنی اینجا؟ ما هر وقت در پارک میرم، تفریح میکنیم، بازی میکنیم، درس میخوانیم. سه دوست دارم، بخت بیبی، مسکا و ما خودم هستیم، هر وقت بازی میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله، آفرین دختری خوب. بیشتر از درس خواندن یاد کردی؟ گفتی من درس میخوانم. صنف چند مکتب هستی؟ چهارم جیب. خب صنف چهارم جیب. در کدام لیسه؟ لیسه دخترانه خوجلی. خب بسیار خوب، در لیسه دخترانه خوجلی درس میخونه ای بانوی مقبول ما. خب یسرا جان کدام پیام داشته باشی، کدام شعر بیت داشته باشی؟ ما هیچ کدام پیامی ندارم. کدام شعر بیت داری؟ خب میربانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بابا پول بده، میخوام برم مدرسه من قشنگه، مدیر من زرنگه. آخ گوشم من خرگوشم روسی کرده، روسیش دعوت نکرده، خدا زیرش کنه زیر زمینش. تشکر سلامت باشید. تشکر، خداحافظ. مدرس عزیز همه گوشکای از دخترک کش نکو. این مال از پیش آه نالکت گفتم این مدیر صاحب گوشای ما رو کش میکنن. درست است مدیر صاحب؟ صحیح شد؟ تشکر، خداحافظ. بیننده عزیز جمع و جوش خوب میبینین، همشهرای خوب ما رو خوب میبینین، وطندار عزیز ما رو میبینین که در گرد ما جمع هستن و خوشحال هستم که اینا هم اینجا میاین، تفریح میکنن، چکر میزنن. دیگه برنامه رو به اتمام میرسونیم. امیدوار هستم که برنامه ما برای شما مفید واقع شود و باعث شود که یک لبخند بر لبای شما جاری شود. انشالله که برنامه ما رو تعقیب بکنین. تا برنامه‌های بعد که بازم من نجیب الله فیضی در خدمت شما قرار میگیرم. شماها رو بلای یکتا میسپارم. الان نگهدارتان.